در مملکت باشقیرتها جوانی شکارچی بود. در شکار چیره دست و ماهیر. از تیر کمان او پرنده در هوا و چرنده در زمین امان نمی یافت. بار جوان شکارچی در پی گرگ افتاد و چون می خواست با او تیر اندازد، گرگ مرگش را حس نمود و به زبان آدمی به گپ در آمد. به من رحم کن آدمی زاد، مرا نکش. در یگان روز بعد به تو لازم می شوم. دل جوان به گرگ سوخت و او را رها کرد. جوان از گرگ دست کشید و به درونتری جنگل رفت و عقاب جوان را به هدف گرفت. مرا امان بده، نکش، گفت عقاب نیز به زبان آدمی. در روز بدت من به تو به کار می آیم، کمکت می کنم. جوان عقاب را نیز رها کرد. او به درون تری جنگل رفت، زیرا نمی خواست که دست خالی به خانه برگردد. ماهی می دارم، فکر کرد او و به کنار دریا آمد و شست انداخت و منتظر شد. ناگاه شست به جنبش در آمد و او شست را کشیده گرفت و دید که به شستش ماهیچه زرین افتاده. ماهیچه خیلی زیبا و نظر ربا بود. ناگاه ماهی نیز به زبان آدمی به گپ در آمد. مرا نکش آدمی زاد، رهایم کن. در یگان روز بعد به تو لازم می آیم، کمک می کنم. دل جوان نکوکار به ماهی سوخت و ماهیچه را نیز رها کرد. جوان به طرف کسناگذری جنگل روانه شد. رفت و از پیشش کلبه عجیب تنهایی برآمد. از موری این خانچه دود فغانه می زد و بوی خوشی به مشام می زد. جوان که گرسنه مانده بود حلقه بر در زد و پیرزن بدصورت و بدسیرت در را باز کرد. تو به پای خودت آمدی، زهر خنده کرد پیرزن. این پیرزن جادوگر ظالمی بود و با سحر و جادو جوانان برنا را طعمه خود می کرد. او به جوانها شرطهای عجایب و غرایب می گذاشت و اگر آنها از اجرای شرط او نبرایند آنها را می خورد. در جنگل 3 اسب من می چرند. 3 روز تو آنها را بانی می کنی، می چرانی. بیگاهی ها آنها را قپیده به خانه ام می آری. اگر آنها را قپیده آری، یکی از 3 دختران نازنینم را به تو می دهم، بایو به دولت می شوی. اگر شرط را اجرا نکردی من تو را می خورم، گفت پیرزال. جوان به جنگل رفت و اسبها را یافت تا بیگاه آنها را چرانید و همین که آنها را داشته به خانه برگرداندنی شد آنها به هر طرف گریختند و بیچاره چند ساعت سرگردان شد و آنها را به بند آورده نتوانست. غمگین در گوشه نشست و به حال خود گریه کرد و ناگاه از کجای گرگ پیدا شد. هی جوان، چرا غمگینی؟ پرسید گرگ. مرا پیرزن جادوگر می خورد، گفت جوان و همه آنچه از سرش گذشته بود به گرگ نقل کرد. پروا نکن، علاج این کار در دست من،
گفت گرگ و به سوی اسبها حمله کرد و در یک چشم زدن آنها را جمع کرد و به سوی جوان راند. جوان زود بندها را به سر آنها انداخت و آنها را بسته به سرای کمپیر زال آورد. این اسبها دختران پیرزن بودند. وقتی که جوان دور شد، پیرزن به آنها در افتاد. چرا نگریختید؟ چی طور شما را دستگیر کرد؟ پگاه پرنده شوید و به هوا پرید. او شما را داشته نمیتواند، گفت پیرزن به دخترانش. روز دیگر جوان باز اسبها را به جنگل برد و بگاه روزی وقتی که آنها را داشته به خانه آوردنی شد، اسبها به پرنده های خرد مبدل شدند و به هوا پریدند. جوان آهی کشید و بر روی سنگ نشست. او اکنون باوری داشت که این بگاه کمپیر او را میخورد. چرا غمگینی جوان؟ آوازی را شنید او و سر بالا کرده عقاب را دید. جوان به عقاب نیز قصه اسبها و زال کمپیر را نقل کرد. زیق نشو، علاج این کار را به من سپار و همینجا منتظر باش، گفت عقاب و به هوا پرید. در یک چشم زدن او پرنده ها را جمع کرد و به نزد جوان آورد و به زمین گذاشت. آنها باز به اسبها مبدل یافتند و جوان آنها را بست و به خانه پیرزن آورد. پیرزن خیلی خشمگین شد و به دخترانش در افتاد. نابکارها، بیهنرها، یک انسانی عادی شما را دستگیر کرده آورد. پگاه به ماهی تبدیل یابید و به دریا پنهان شوید. روز سیوم جوان اسبها را بند انداخته به خانه آوردنی شد و آنها به ماهیچه ها تبدیل یافتند و در دریا پنهان شدند. جوان غمگین شد. او بر روی علف ها نشست. او اکنون می دانست که ماهیچه ها را به دست آوردن کار آسانی نیست. ناگاه آب دریا به خروش آمد. طغیان کرد و ماهیچه زرین پیدا شد. او از جوان سبب غمگینیش را پرسیده فهمید و به جانزادهای دریایی فرمان داد تا 3 ماهی بیگانه را داشته آورده به دست جوان سپارند. دیری نگذشته ساکنان دریا ماهیچه های بیگانه را یافته آورده به دست جوان شکارچی سپاریدند و ماهیچه ها باز به 3 اسب زیبا تبدیل یافتند و جوان آنها را بسته آورده به دست پیرزن سپرد. تو از عهده اجرای شرط های من برآمدی. یکی از دخترها را انتخاب کن، او همسر تو می شود، گفت پیرزن و جوان دخترک خردی را انتخاب کرد. دخترک نیز خیلی شاد شد، زیرا او از نگاه اول به این جوان خوبرو دل داده بود. پگاه دختران من به صورت آدمی به نزد تو می آیند. تو اگر عروست را شناختی، او از آن تو. شبانگاه دخترک خردی به نزد جوان آمد و سر پیرزن را به او گشاد. پگاه مادرم خواهر کلانیم را به صورت دختری نازنینه، خواهر خردیم را به صورت زنی کلان سال و مرا به صورت پیرزنی کوش پشت بد صورت می درآورد. احتیاط شو، خطا نکن، گفت دخترک به جوان. صبح روز دیگر
پیرزن جادوگر دخترانش را به نزد جوان شکارچی آورد. 3 دختر، یکی جوان و قامت بلند و زیبا، دومی بینی کلان و غفص و پیر، سیومی بدروی و بدبوی و کوش پشت. انا عروسی من، گفت جوان و انگشت اشاره به سوی پیرزن بدبوی و بدروی و کوش پشت کرد. دخترها به اصل قدیمشان برگشتند. زیباترین و دلرباترینشان عروس جوان بود. پیرزن به غضب آمد. او گرسنه بود و به هیچ وجه نمیخواست که دختر نازنینش را به بچه آدمی دهد. شرط آخرین، به جوان رو آورد پیرزن. یک اسب دیگری دارم. اگر آن را رام کنی و به پشتش سوار شوی، دخترم از آن تو دیگر شرطی نمیگذارم. و خودش غیب زد. دخترکی خردی باز به نزد جوان آمد. در نزد در سرای چوب دستی آهنینی هست. آن را بگیر و به تخت پشت اسب بزن. او به زمین می نشیند و زود به پشتش سوار شو. اگر او به هوا پریدنی شود، با این چوب دست به سرش بزن. این اسب مادر من است، گفت دخترک به جوان. جوان به سرای آمد و اسب غضبناک و بدخشمی را دید که از چشمانش آتش می پرید و از بینیش دود فغانه می زد. زود عصای آهنی را از پس در سرای برداشت و سخت به پشت اسب زد. اسب به زمین نشست و جوان فرصت را مناسب دانسته زود به پشت اسب سوار شد. اسب خشمگین یک جهید و به هوا پریدنی شد. ولی جوان زود با عصا ضربه سختی به سر او زد و اسب آرام شد و به زمین فرآمد. اسب به زمین فرآمد و به شکل پیرزن درآمد. او دیگر علاج نداشت. دختری خردیش را به جوان داد و او را با بایگری زیادی به خانه‌اش گسیل کرد. جوان با دختری نازنین به خانه‌اش برگشت و 3 شب و 3 روز توی آراست و تمام مردم گرد و اطراف را به خانه‌اش دعوت کرد. تمام مهمانها شاد و مسرور، جوان و همسر نازنینش خوشنود و خوشبخت. ما همانجا بودیم، آش پلو خوردیم و گلاب نوشیدیم.